ما همین تئاتر و انا همین ابسورد و انا همین برد و انا همین مسخره بازی را زکس میکنیم با پول خودمان. میدونی؟ ما خودمان ما تشنه انا همین مسخره بازی هستیم. و ایلا خب این برای چی است؟ این کنکورس برای چی است؟ یعنی پوتین گناهکار است که در تاجیکستان ایدی کدو خربوزه و سیب و نمیدونم آش و دگ و کفلز جشن میگیرن. پوتین گناهکار است. وقتی مردم گرسنه است باید که شکم مردم، فکر مردم باید یک طرف چی جلب کنی. وقتی مردم گرسنه است باید ایدی کارتوشکا، ایدی سبزی، ایدی خرما، ایدی کدو، ایدی و غیره و ها کذا باید تأسیس دی. چرا؟ مردم که کارتوشکا ندارن حداقل کارتوشکا را اید کنن. مردم که کدو خریده خوردن نمیتونن حداقل کدو را اید کنن. تربوز و خربوزه ده که پول نمیرسد باید که اید کنیم که تربوز و خربوزه چی مردم فراموش نکنن. این را میگن سیاست خلیب اسرائیلیشه. و ایلا امکان ندارد که یک رئیس جمهور که اینقدر کارش بسیار است در تاجیکستان، اگر رئیس جمهوری که گوید کار کنم 24 ساعت نباید خواب رود. یگان وزیر، یگان کارمند وزارت نباید این شب و روز در تاجیکستان خواب کند. چرا؟ مردم گرسنه است، مردم باید سیر کرد. با خدا قسم اینقدر کار بسیار است. ولی رئیس جمهور میبیاد میشیند نگاه میکند که 5 نفر چگونه آش میخورن. یعنی اینقدر این آدم بیکار است که شما آوردید بشینید آشخوری 5 نفر را تماشا کنه. دولت و این رئیس جمهور این دولت، نه عیب حکومت است، نه عیب رئیس جمهور، نه عیب دستگاه رئیس جمهور. عیب اونا نیست، عیب مردم است. مردم انا همین مسخره بازی را دوست می‌دارند. مردم اجازت میتیند که با خودی مردم مسخره بازی کنند. مردم اجازت میتیند که با مردم مسخره بازی کنند. و الا این حرفا چی؟ و الا این مسخره بازی کجاست؟ ما اجازت میتیم که بالای سری ما مسخره بازی کنند. ما همین تئاتر و انا همین ابسورد و انا همین برد و انا همین مسخره بازی را زکس میکنیم با پول خودمان. میدونی؟ ما خودمان ما تشنه انا همین مسخره بازی هستیم. و الا خب این برای چی است؟ این کنکورس برای چی است؟ برای چشم مردم. مردم ببینید چقدر تاجیکستان سیر و پر است. همه مردم دارن آش میخورن، بغیر آش چیزی دیگری نیست. در حالی که مردم ما آش فقط در معرکه مرگ و مرده خدایی و یا که توی میخورن. حالا همون هم خوردن نمیتونن چون که تنظیم نمیموند که بخورن. هست یا نیست؟ بنابر همین من از بیگانگان هرگز ننالم که هر چی کرد با من آن آشنا کرد. بیایید از پوتین و از ترامپ و از نمیدونم چی نام داره خامنه‌ای و از اونا ننالیم. ما خودمون به همین حالت گرفتار کردیم. یعنی ملت، یعنی مردم. بعد میگیم که تا اگر روسیه نخواهد، پوتین نخواهد در تاجیکستان چیزی نمیشود. یعنی پوتین گناهکار است که ما داریم مسخره بازی میکنیم. یعنی پوتین گناهکار است که در تاجیکستان ایدی کدو خربوزه و سیب و نمیدونم آش و دگ و کفلز جشن میگیرن. پوتین گناهکار است. در روسیه همه را بالای یهودا میزنن. Россия میگن که это евреи виноваты в том, что мы так плохо живем. در تاجیکستان میگن پوتین گناهکار است و روسیه گناهکار است که ما بدبختیم. نه گمان نکنید که مثلا از دستگاه رئیس جمهوری روسیه یعنی پوتین برنامه‌ریزی میکنن که در تاجیکستان عید آش گذرانیم امروز. این برای ما است عزیزان.